چشمی آبیا بر دل ما گر نمی آیی و چشمی ما بیا از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا خاک بر چشمم زند نظاره همچون گیر باد ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا از تپیدن ریخت زیری دنبالو پر مرا از تپیدن ریخت زیری دنبالو پر مرا صیاد به پروا بیا بر سری صیدی خودی صیاد به پروا بیا سینه را چون لاله از داغ چراغم کرده‌ام یک شب از بحری خودم شامی بزم آرام بیا روزگاری شد که چشمی سیدا موایی تو آفتابی در مقامی خود بیا تنها بیا بر دل ما گر نمی آیی به چشم ما بیا تشکر. این غزل از سعید بزرگوار که در برنامه خاطره های شما صدا داد با صدای یک نورس همگی 14 ساله بود.
این سرود رو ما با صدای بسیار هم خوب و بسیار هم مرغوله‌داری هنرپیشه خلقی تاجیکستان بوی محمد نیازوف بارها شنیده ایم و با همین صدا در ذهن ما نقش بسته است این ترانه. و چه خوب است که حتی نسل نورس نیز پیروی میکنند، حتی نسل نورس نیز این موسیقی سنتی را میدونند و درک و فهمی از این ژانر موسیقی دارند. دوستان درود، شام زیبایتان به خیر و شادی باشد و مهمان نوبتی برنامه خاطره ها هستند زایرشاه حیدرف، آموزگار شش مقام، استاد شش مقام و همزمان چگونه که گفتیم یک نورسی همگی 14 ساله که مهر شش مقام رو در دل خود دارد، خوجمف مونیس. خوش آمدید. سلامت باشید. آهنگی که سراییدند بسیار یک معمول و مشهور است و در تمام معرکه و روزهای خرسندی مردم این سرود صدا می‌دهد و یک بسیار سرود دلنشین است و بر لب دریابیا. یعنی این سرود رو بسیار استادان ما خودی از استاد بوی محمد نیاز شروع کرده، یعنی بازخوانی کرده ایستادن. امروز تمام استادانی که امروز در شش مقام فعالیت میکنند و کدام هنرمندی که امروز همچون شش مقام خان شناخته می شود حتما همین سرود رو یعنی سراییده است و بسیار یک آهنگ دلنشین است و دلچسب است و چیزی که خوب است و چیزی که دلنشین است تا به زبان ما آمده رسید. اون چیزهایی که مردم از خود کردن و به دل مردم جای شد امروز به زبان ما آمده رسید و این سرود من باوری دارم که نسل‌های نسل و عصرهای از صدا می‌دهد و این است همون بزرگی همون استاد که یعنی در پرده‌های شش مقام تکیه به همون ساختار موسیقی شش مقام و شما الکی آشنا گردیدید که الکی همون ضرب، همون ساختار یعنی سرخط، میان خط، دو نصره، اوج و فراورد، یعنی بسیار یک آهنگ زیبا است و شعر بسیار والا انتخاب نمودند و در حقیقت استادان ما بزرگ بودند برای هم دریافت شعر و هم برای دریافت آهنگ. درست و میخوایم درباره مونیس حرف بزنید. او خیلی خرد است ولی صدای خوب دارد ولی الکی استادان شش مقام رو میشناسد. از شهر پنجکند. بله. من راستی همین سال در یعنی برای دریافت چهره های نو به خود پنجکند رفته بودم و در آنجا بسیار هنرمندان خیلی زیاد هستند و با مونیس آشنا شدیم و خود عمک و خویش و اولادای مونیس هم یعنی سراینده هستند و امروز در موسیقی ملی و عموما یعنی برای پیشرفت موسیقی ملی امروز سهم گذاشته ایستادند و خود شاگردان بنده هستند که مونیس جان را در آنجا پیدا کردند و بسیار یک لحن زیبا و آواز دلنشین و احساس خیلی بلند دارد و حالا کودک است. ما چون که بعضی شاید در تلویزیون میبینیم بعضی انسان ها هستند تنها با کودکیش نگاه نکرده الکی شاید به همون کمبودی هاش یا که ناجوری هاش باید این گونه باید انسان نبینه چون که کودک است و شاید آهسته تجربه و سین و سال وقتی کلان شدن میگیرد حتما احساسی و شنوایی آن و آن چیزی که خداوند برایش داده است من فکر میکنم که همون احساس است. یعنی با همین ضرب فروغ یعنی قشقرچه سراییدن این خودش یک قهرمانی است. این زینه های اولی که رو به شش مقام آوردن است و پیشتر به این جوانان یعنی سرودهای سبک یعنی سرودهایی که بسیار ساده و یعنی بسیار یک کودکانه بود برای آنها می آموزند. نه که الکی بینید که یک سرودهایی که سراییده شده است که باوری دارم که بعضی دانشجویانی که امروز تحصیل می‌کنند شاید این سرود رو خوانده نتوانند چون که حالی همون احساس و همون فهمش تا به این درجه نرسیده است. وام می‌خوریم بعضی آواز دارن لیکن احساس شنوایی و همون ضرب را احساس کردن نیست. درست. این مونیس جان قدم‌های اولین را خود مانده گذاشته ایستاده است و ما همروزه مشق و تمرین کرده ایستادیم. می‌خواهیم که در همین آزمونی که جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من که همه ساله میگذرد در این آزمون برآمد نموده باشد و با به همین بهانه آزمون این کودک یعنی استعداد خود را صیقل میدهد و باوری دارم که با همون مشق و تمرین هایی که خیلی زیاد میکنیم حتما به جای خود میرسد و اون
استاد الکی میداند که به کجای رسیده باشد و به همون مقصد و مرام خود باید با همراه استاد پیوسته مشق و تمرین نماید و باوری دارم که به همون مقصد رسیده باشد. واقعا برای یک ایجادکار، برای یک صنعتکار داشتن احساس و محبت نسبت به کسب خود در جای اول میستد. چون محبت است که قلب ها را پر میکند و همین محبت است که خوبی ها را تولید میسازد. چگونه که گفتید مونیس در عائله صنعتکار به وای رسیده ایستاده است، به مانند استاد بای محمد نیازوف که آنها نیست در یک محیط ایجادی، در یک عائله بسیار هم صنعتکار، صنعت دوست به وای رسیدن، تولید یافتن. می شود گفت که تکرار می شوند قصه ها. بله. جایی که این تولد شده است یعنی مردمی یعنی وارو میگویند یک منطقه‌ای که تنها فقط شش مقام میسرایند و شش مقام گوش میکنند و دوستدار موسیقی ملی هستند و از غزل ها لذت میبرند، از آهنگ ها لذت میبرند. محیط هم بسیار تاثیر خود را میرساند برای کودکان. ببینید الکی کودکی که نو به 14 رسیده است الکی میخواد که شش مقام خوان شود و شش مقام سراییده ایستاده است. این تنها یعنی همون محیط برای این یک سهم خود را گذاشته است. چون که عمکی مونیس جان عالم‌شاه که بسیار ختم کرده دانشکده فرهنگ و صنعت هستند، از موسیقی ملی باخبر هستند و شاید در همون خانه بسیارتر میسرایند که برای جهانها یک تاثیر خود را گذاشته است. با تنبور و دایره سراییدن هم بسیار دشوار است، چون که من بسیارتر با فورتپیانو که بسیار آوازی بلند دارد برای کودک‌ها بسیار خوب است، چون که خود را خوب جور کرده میتوانند. تنبور که بسیار آوازش مهین است و نازک است، کمی مشکلی هم برای کودک‌ها میآورد، چون که حال احساس و همون فهمش آنها به تنبور نرسیده است. و استادان پیشتری ما که بسیار سن سالشون به یک جای رسیده بود، آنها با تنبور می‌سراییدند، یک احساس می‌کردند همون نالیش و همون ناله ها و همون نازکی تنبور را. چون که مونیس جان نو قدم های خود را گذاشته شده است و امروز در نزد مخلصان و دوستداران برنامه خاطره ها با تنبور و دایره سرایید. این خیلی خوب است. بله. و بسیار کودک ها در همین آزمون ها من مشاهده میکنم با انسامبل میسرایند، یعنی انسامبل که پره باشد کودک هم بسیار یعنی عذاب نمیکشد و خود را خوب تیزتر جور کرده میتواند. یعنی با تنبور و دایره سراییدن کمی انسان یعنی خودش را تنها احساس میکند و بعضی ناجوری ها را یعنی با تنبور سرایید الکی به گوش انسان میرسد. باید خودش سراینده پر کند. بله. اگر انسامبل پره باشد بعضی ناجوری ها را انسامبل یعنی محکم میکند و به گوش شنونده بعضی نازکی ها رسیده نمیتواند. برای مونیس، برای تماشابینان برنامه خاطره ها بسیار خوشایند است و باعث افتخار نیز هست که در وطن ما چنین نورسان هستند که از حالا چنین رویه خوب، چنین موسیقی های سنتی را انتخاب میکنند و برای ما البته که خاطرسان میکنند، باز هم یاد استادان رو و زنده تر نگاه میدارند. بله. تشکر. فرصتی شنیدن یک ترانه دیگر. سرود نوبتی خانه ما، یعنی شعر از استاد میرزا ترسونزاده و آهنگ زیادالله شهیدی که این هم یعنی در ساختار موسیقی ملی ایجاد شده است و ضرب و ساختارش تکیه به موسیقی ملی و هر یکی ما میدانیم که استاد زیادالله شهیدی با برابری که یعنی با موسیقی اروپا یعنی ایجاد می نمودن، اثرهای کلان حجمی که ایجاد می نمودن یعنی رو به موسیقی ملی آوردن و تکیه به موسیقی ملی چند سرودهای ایجاد نمودند که امروز هر یکی ما از خواندن و از سراییدن لذت میبریم. بله. تشکر. مرحمت. سرود.
مانده شد در راه تو چشمانی من چشمانی من کی تو بیایی بیا جانانی من جانانی من جانانی من خانه ای منقدر هم دور نیست گرچه در چشم شما منظور نیست خانه ای منقدر هم دور نیست گرچه در چشم شما هر دو در یک شهری نو سبزیده‌ایم هر دو آن را جان و دل بخشیده‌ایم شهری ما مانندی باغ و گلشن است منزلی سیر و تماشا کردن است شهری ما مانندی باغ و گلشن است منزلی سیر و تماشا کردن است سوی ما گر به سراغ میروی جان میروی در میان کوچه باغ میروی جان میروی جان میروی خانه ای منقدر هم دور نیست گرچه در چشم شما منظور نیست خانه ای منقدر هم دور نیست گرچه در چشم شما منظور نیست گرچه در چشم شما منظور نیست گرچه در چشم شما منظور نیست سلامت باشید. تا آخر این سرود چگونه که من زیر لب زمزمه کردم باوری دارم که تمام مردمی که ما رو تماشا کردن این سرود رو همین گونه زمزمه کردن. این سرود برای همه آشناست. بله و خیلی برای شنونده هم میرسد که در حقیقت همین زیبایی وطنی عزیزمون رو یعنی در باغ‌های ما ببینید گل و گلزار و در حقیقت همین سرود رو اگر میتونید در باغ سرایید باز هم رنگ دیگر میگیرد و باز هم زیبایی دیگر میبخشد برای آدم. میگوید خانه ما آنقدر هم دور نیست گرچه در چشم شما منظور نیست. یعنی ببینید که هم شعر بسیار هم ساده و هم دلچسب و در حقیقت یک تکیه به همون شعرهای خلقی ما شاعر یعنی تکیه کرده است و همون یعنی خودش شعر آهنگ دارد و خودش شعر علاقه گفته شده است که همین آهنگساز باید چی گوید چی آهنگ ایجاد کند. همین خوبی کار، همین نازک بینی، همین نقطه سنجی و همین روانی کار است که مثلا این آهنگ ها از بین نمی روند. این آهنگ ها سال تا سال شنونده زیادتر پیدا می کنند. هم از نسل نو و هم آن بزرگسالانی که هستند میل و خمار شنیدن این سرودها برایشون پیش می آید. زود زود و زیادالله شهیدی و در ردیف آن دیگر آهنگسازان مشهور کشورمون برای همین اسمشان ماندگار است. بله آن آهنگ هایی که ایجاد کردند یعنی همیشه برای دانشجویان و برای طالب علمان در مکتب‌های موسیقی این اثرها آموزانده می شود و خواهیم نخواهیم همون یک موسیقی ملی برای همون یعنی آموزندگان بسیار یک سهم خود را میگذارد، چون که با برابری که میسرایند همون نازکی موسیقی ملی را می آموزند و همون آوازی همین طالب علمان
به همون موسیقی ملی آهسته آهسته پیوست می شود و الکی با همین شعرهای پرمضمون سراییدن آنها نمیتوانند یعنی شعرهای کوچکی را انتخاب کنند، چون که یعنی مکتب خوب را گذاشتند و از مکتب خوب از استادان خوب درس گرفتند و از شعرهای پرمضمون سراییدند. آنها نمیتوانند یک شعرهایی که بی مضمون را انتخاب کنند، چون که این موسیقی ملی نمیگذارد و این شعر پرمضمون تربیت میکند، انسان را تربیت میکند. اون انسان هایی که بسیارتر میشنوند آنها را مثل همین هنرمندان یعنی به همون درجه رسیدند، چون که آنها با شنیدند یعنی همون روحی خود را تربیت نمودند و همون مغز سری که انسان باید غذا گیرد همون را تربیت نمودند. و تنها انسان یعنی با همین خوردن اشکم نه، تنها باید مغز سر هم باید به خود غذا گیرد، چشم باید غذا گیرد، گوش، یعنی باید انسان همه اعضای بدنش رو باید تربیت نموده باشد. و این از ما وابسته است که چگونه غذا میدهیم. بله و باید ما بسیارتر یعنی غذاهای یعنی کالریش بلند میگویند، یعنی غذای در حقیقت پرقوت باید داده باشیم. این تلویزیون و رادیو مخصوص یک برای انسان بسیار روحی خوب میبخشد اگر برنامه خوب باشد. و امروز خوشبختانه در جمهوری ازمون تلویزیونایی هستند که در حقیقت از دیدنش انسان لذت میبرد و طبیعی هست، یعنی ساخته‌کاری نیست. همین برنامه خاطره های هم یعنی برنامه طبیعی است. اون چیزی که ما همون لیاقت خود رو در نزد یعنی مخلصان خود نشان داده توانسته ایستادیم، اون چیزی که از هنر داریم همون رو نشان داده توانسته ایستادیم. در حقیقت دوستداران و مخلصان موسیقی ملی خوب احساس میکنند که در حقیقت زنده هست. بله، هرچی خوبی دارد این برنامه، هرچی تا امروز اگر موفقیت دارد، مدیون شما و مهمانان دیگر برنامه خاطره ها است که شما انتخاب خوب میکنید. شما میتوانید که به ما نمونه های خوب رو پیشنهاد سازید و امروز نیز یک چند سرودهای بسیار خوب برایمان آوردید که سرود آخران باز هم از هنرپیشه خلقی تاجیکستان بوی محمد نیازوف است. بله، سرود ای جان من اسیرت که یعنی در تمام مقیاس کشورمان این سرود صدا میدهد و در توی خرسندی و در روزهای همیشه در خرسندی مردم این سرودها صدا میدهد و این شاگردی یعنی از همه خردترین شاگردی من هست که یعنی من باری اول با چنین کودک ها کار کرده ایستادم، چون که با کودک باید لحن کودکی صحبت کنید، با لحن کودکی سرود آموزانید، چون که در سرودها بعضی بسیار ناله های خوب است اما کودک حالی همون ناله ها رو احساس کرده نمیتواند و بعضی می شود که ما همون ناله رو نمیگیریم، یعنی راست همون نوت اساسی رو درست خوب احساس نماید، برای ما همین کفایه است. و وقتی که سال از سال کلان شد و احساساتش بسیار یعنی رواج یافت و بعضی نازکی موسیقی ملی را آموخت، ما حتما یعنی همون نوت راست میگیریم، حتما برای آن ناله پیوست میکنیم و خودی همین شاگرده هم الکی احساس میکنن که در کودکی دیگر سراییدن و هر خواهیم نخواهیم وقتی انسان وجودش سین و سالش به جای رسید حتما همون کمبودی خود رو احساس میکنه و میگوید که من در خرده‌ام مثال این گونه سراییدم و الکی در این سین و سال این گونه سراییدم و هیچ کس از پیش خود یک باره یعنی استاد شده نمیتواند یا که سراینده خوبی شده نمیتواند. هستند یک دو نفری که بسیار استعدادی خدا داد که زیاد داده است، یعنی به هر کس چنین امکانیت هاش میتواند و باید انسان به همون امکانیت های خود نگاه کرده همون اثر رو سراید. یعنی من گفته نمیتونم که آزی برای این کودک تو باید حتما مثل بوی محمد نیاز استاد سرایی، شاید استادم در همین کودک بوده شو مثل همین میسراییدم. این یعنی با بسته به همون لیاقت و همون کودک هایی که امروز هستن باید ما به همین مثل کودک نگاه کرده اثر انتخاب نماییم. فردا یا چند سال بعد میبینند و میگویند که ما آن سال کمی دیگرگونه خوندیم و یا تجربه کمتر بود، ولی اگر از آنجا شروع نمیکردن به اینجا نمیرسیدن. و مثلا همین استاد بوی محمد نیازوف نیست که زیاده از 200 اثر شش مقام رو از خود کرده بودند و در این برابر آهنگ‌های زیاد ایجاد کردن، آهسته صورت گرفت. مثلا از خود کردن همین اثرهای شش مقام برای استاد گمانم 15 سال طول کشیده است. چگونه که خودشون گفتن در صحبت‌هایشون. و سرود نوبتی همون آهنگی ایجاد کرده با محمد نیازوف است.
гӯем ки устод агар эҷод намекарданду танҳо шашмақом сароида мерафтанд, шояд мо вирди забон намеовардем. дуруст, бале. Чунки баъзе устодое ҳастанд ки дар шашмақом фаъолият карданд, ягон суруд эҷод накарданд ва ҳамин гуна рафтанд. яъне устод бузургиашон дар он аст ки ҳам шашмақомро хуб омӯхта буданд ва дар пардаҳои шашмақом эҷод намуданд ва як мактаби худро сохтанд. шашмақом бузургиаш он аст ки он шахсе ки шашмақомро бисёр хуб сароида мегирад ва худ меомӯзад, хоҳем нахоҳем як мактаби худро пайдо мекунад. бо баробари мактаб пайдо кардан, устод бисёр шогирдонро рӯи саҳна оварданд, тарбият намуданд ва ҳамин мактаби устод ба забони мо омада расид. шогирдонашон ва ё пайравонашон имрӯз номбардори миллати тоҷик ҳастанд. нафароне ҳастанд ки зиндатар нигоҳ медоранд сурудҳои он касро, ёду хаёлашонро ва кӯшиш мекунанд ки ҳамин хубиҳо боз ҳам дубора тавлид бигардад. ва марҳамат, суруд. فریاد از آن که هرگز ترک جفا نکردی، فریاد از آن که هرگز ترک جفا نکردی، مردم از آن که هرگز بر وعده وفایت، بر وعده وفایت، بر وعده وفایت، مردم از آن که هرگز بر وعده وفایت، بر وعده وفایت، بر وعده وفایت. ای جان من اسیرت، ای روی من فدایت، ای جان من اسیرت، ای روی من فدایت. саломат бошед. дар ҳақиқат ёду хотири он нафароне ки барои мо ин ҳама сурудҳои мондагор, ин ҳама оҳангҳои шунаворо тақдим карданд шод бошад ва ҳамеша ҳамин гуна дар хонадони ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ садои оҳангҳо ва мусиқиҳои суннатӣ танинандоз бошад. бо ҳамин хостаҳо расидем ба фарҷоми барномаи иншомаи хотираҳо. дӯстони гиромӣ, ва бояд бигӯям ки меҳмони навбатии барномаамон буданд зоиршоҳ ҳайдаров, устоди шашмақом ва ҳамзамон як шогирди бисёр хурдакаки он кас хуҷамов Мунис. ва расидем ба фарҷоми барнома. боз ҳам бароятон шодиҳои зиёд, қалбҳои шод
و خاطره های بسیار هم رنگین رو تمنا میکنیم و تا دیدار بعدی خیر.